بالاخره رسیدیم بهش. هیجان انگیزترین کادو تولدایی که تو عمرم گرفتم همسرم برام خریده. قایق 2 نفره سیاک اینتکس. چقدر کارایی داره. خود دسته های پاروش خود پاروشه داره و تلمبش و دفترچه راهنما و کیت تعمیرش هم این توه. دفترچه راهنماشه که متاسفانه به زبان فارسی نمی‌نویسه ولی خب انگلیسی داره، میتونید بخونید. اینم چسبای تعمیرشه برای مواقع اضطراری. تناب داره که باید بپیچیم دور قایق. حالا میریم قایق رو بازش کنیم. خب همچین زیاد کوچیک نیست انگاری. تصور من این بود خیلی کوچیک در باشه از اینجایی که 2 نفر هست. خب من تا حالا بادش نکردم بدونم این چی جوریه. 3 قسمت داره برای باد شدن. تا حالا بادش نکردم نمیدونم اصلا این چی جوریه ولی انگاری که همین سر اصلی تلمبه رو یه جا داره داریم توش رو بزنیم ببینیم چقدر طول میکشه. سه قسمت باد میشه که با خیال راحت باشید توی رو. برای جلو بازو هم خوبه. اگه میخواین وزن کم کنید همین پمپ دستیش رو استفاده کنید. اگه نه یه پمپ برقی بخرید. حدوداً 2 میلیون تومان پمپ برقیش. این جاش قشنگ یه حالت قفل مانند داره که قفل شد. حالا برای کفش بکنم باید از این سرش استفاده کنم. لایه اولش رو باد زدیم، لایه کفش از این سریع داره که فکر کنم این نوک‌تیزه رو بکنیم توش. انشالله که سوراخ نشه. این برای مقیاس باد زدنشه. این باید قشنگ بیاد روی این خطه. خب الان اینو زیاد باد زدیم، از این خطه یکم بیشتر شده. اینجوری 2 تا پیچ داره. پیچ اول رو وا میکنی باد میزنی، پیچ دوم رو وا کنی خالی میشه بادش. الان نگاه کن یکم هنوز پرباره. کافیه کافیه. آره خوب تقریبا خوب. دومی که توشه وا کنی بادش خالی میشه، سفتش میکنیم. پیچ اولیه رو وا میکنیم که دریچه بادشه. این بزرگترین قسمتشه دیگه، احتمالاً بیشتر از همه طول میکشه. تا 240 کیلو وزن تحمل میکنه، تقریبا وزن 3 نفر رو تحمل میکنه. اینجا هم باز علامت 10 سانت داره برای اینکه با این خطه بفهمید چقدر باد شده. این سیاک 2
مزیتش به بعضی از قایق‌های دیگه اینه که روش موتور نصب میشه، جای سایبون داره، جای لانتر داره. قایق جمع جور خوبیه، رنگ سبز و زردش هم بهت این حس طبیعت بودن رو میده. زیادم هست، خیلی باد شد. زیاد باد نزدم. یه دونش دو سرش آبیه، اون جای پیچش رو باید ببندیم به یه قطعه‌ای که رابطه بین دوتا چوبه. این ورشو که میبندیم اینه که این ورش خالیه که جای پیچ داره خود پاروه وصل شه. اونو باید آزاد بذاریم که پارو رو بهش وصل کنیم. این دوتا هم نگه دارنده پاروه که وقتی پارو رو انداختیم به این اینجوری اینو از این ور میکنیم داخل این که پارو نره توی آب. از این ور یه نخ داره. این کیفش هم میندازیم اینجا. وسایلمون رو میتونیم بزنیم. این دوتا پلاستیک هم نمیدونم برای چیه، ولی به نظر میخوره که برای جای ماهیگیریشه. میاد اینجا احتمالا وصل میشه به دسته قلا. خب دیگه قایق ما الان آماده استفاده است. فقط اینکه من تا حالا استفاده نکردم، الان یکم میترسم. اگه غرق نشدم شما هم بخرید، خوش بگذره. خب همونجایی که اولین بارمونه احتیاط شرط میکنه که جرقه هم بپوشیم. ارتفاع آب کم نیست؟ فکر نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به گل نشینه. ببینم به زمین میرسه. آقا نخرید، خیلی استرس داره، اونم تو جایی که به جز گاو هیچی نیست. تک و تنها، یعنی اینجا اگه تایتانیک هم غرق شه هیچکی نمیفهمه. حس باحالی داره، ولی یکم سوارش بشین قلقش دستتون بیاد چیز خوبیه.